فرقی نمیکنه چند سال نماز قضا به گردنته، اصلا نگران نباشه. با این کاری که میگم مثل آب خوردن همشو به جا بیار. آقای بهرامپور مفسر قرآن کریم فرمودن اون تعداد نمازی که حدودی یادت در طول زندگیت قضا شده رو در نظر بگیر، بگو خدایا من نیت میکنم در کنار نمازهای یومیم فقط هفته 1 روز از نماز قضاام رو به جا بیارم. یعنی مثلا شنبه فقط 2 رکعت نماز قضای صبح بخونم، یا یک شنبه فقط 4 رکعت نماز قضای ظهر بخونم و همینطور الی آخر. از این راحت‌تر ایشون فرمودن من ضمانت میکنم حتی اگر کسی وسط به جا آوردن این نمازهای قضاش از دنیا بره، هیچ حقی بابت این موضوع دیگه به گردنش نباشه. ضمناً اگر این ویدیو رو نشر بدیم و کسی به واسطه شما شروع کنه نمازهای قضاشو به جا بیاره، تا روزی که او همین عمل رو انجام میده برای شما ثواب مینویسن. بفرست برای مخاطبین.